شیرپور میره یا طرف کلا پوشا، تمام از اینا رو دیدیم، اما یک جایی که ندیدیم تو هم دوستان عزیز جای نیست جز طرف هم چهارراهی که طرف سرک وزارت داخله سابقه میره که میخوایم اون طرف بریم. دوستان عزیز در ادامه ویدیو همراه ما باشین، ویدیو جالب و جذاب است. تو راهوی شهرنو دوستان عزیز میبینین که پورتی یا سپورتی دیگه این دوستان عزیز رستوران مستر کوک است که این رستوران در هر وقت شب و روز دوستان عزیز که بدین مساج کنین براتون غذا میاره و در پهلوش هم دوستان عزیز میشه رستوران یمی موقعیت داره که رستوران های فست فود کشته هم دارن دوستان عزیز. بعضی‌هاش مینیوم فکر کنم عناب خشک شده هست، عناب هم دارن، چی هم دارن، چی سنجت هم دارن دوستان عزیز دیگه. در تصویر میبینین. سلام و درود نصار همه شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتون و خوبی خوشی و آرامی سفری شد. دوستان نهایت گرامی دوباره آمدیم به شهر نو، شهر کابل، اما این بار میخوایم از یک جایی که متفاوت که تا حال نرفتیم در شهر نو دیدن بکنیم. دوستان از چهارراهی انصاری را بالا پایین طرف که طرف شیرپور میره یا طرف کلا پوشا، تمام از اینا رو دیدیم، اما یک جایی که ندیدیم تو هم دوستان عزیز جای نیست جز طرف هم چهارراهی که طرف سرک وزارت داخله سابقه میره که میخوایم اون طرف بریم. دوستان عزیز در ادامه ویدیو همراه ما باشین، ویدیو جالب و جذاب است. پیاده‌روی شهرنو دوستان عزیز میبینین که زیبا و متا انتیک، پیاده‌روی بزرگ و همونطور چی میگن تر و تازه دیگه، هرچند خزان است برگا میریزه اما درختای ناجو هنوز سبز هستند. میام دوستان عزیز چهارراهی انصاری شهر کابل که یک از چهارراهی های بسیار بیربار شهر کابل است. همین طرف دوستان عزیز سرک بسیار بیربار است، همون سرک منترای طرف از چهارراهی حاجی یعقوب هم میاین بسیاری سرک بیربار میکنن دیگه. دوستان عزیز خلاصه راه نمی باشم، بیاین که سرک بگذاریم دوستان عزیز، ترافیک نیست دیگه، مجبورن خودمون بریم استاد شدیم، ترافیک نامد دیگه. طرف دوستان عزیز هتل هاست، کابل سیتی واک است که در تصویر میبینین یک دونه اسکرین داره. تقریبا بسیار وقت میشه که اسکرینش دوستان عزیز روشن نشده، من خیالم نمیاد آخرین باری که روشن دیدم بسیار وقت میگذره. این طرف هم دوستان عزیز نمایشگاه های موتر است و این موترها دوستان عزیز موترهای بالای 2020 هستند. بسیار موترهای خاص دارن، بسیار موترهای انتیک دارن، موترهای شاسی بلند از زیادتر، لند کروزر و لکسس و هایلکس و این چیزاست، رنج روور است. این موترهای قیمتی دارن دیگه خلاصه تر. ببین که اون طرف سرک بریم دوستان عزیز، اون طرف بهتر است از این طرف کرده. اول طرف ببینیم که موتر نزنیم ما را هم میگذاریم. ببینید دوستان عزیز اون لند کروزر رو داخل استاد هستن. طرف هم دوستان عزیز شورمه ترکی که در تصویر میبینیم، فلافل لبنانی، رفاف است فود دیگه خلاصه تر. طرف هم اسکیچرز از دوستان عزیز و صافی لند مارکت است که در تصویر میبینینش. دوستان عزیز رستورانت های مشهور یمی و همچنان مستر کوک هم در این بخش هستند که در این طرف هست. این طرف موتورسیکل سازی هم دوستان عزیز است، خوب موتورسیکل فروشی هم از دوستان عزیز، موتورسیکل های سپورتی یا سپورتی دیگه. این دوستان عزیز رستوران مستر کوک است که این رستوران در هر وقت شب و روز دوستان عزیز که بدین مساج کنین براتون غذا میاره و در پهلوش هم دوستان عزیز میشه رستوران یمی موقعیت داره که رستوران های فست فود هستن دوستان عزیز و زیادتر همین یمی که از با پیتزای شهرت داره و مردم پیتزایش زیاد میشناسن و میاین و سفارش میتن. در فرق دوستان عزیز قسم گفتم تون موتورسیکل فروشی هست و دوستان عزیز شهر نو جدا از اینکه یک بازار لوکس و پوشاک و این حرف هست، رستورانت های لوکس داره، یک عمده فروشی بزرگ هم است. مثلا می موتورسیکل سازی ها این طرف این مارکت از دوستان عزیز باشه بتون نشان بتون، این مارکت پرزجات موتورسیکل است، مارکت بخاری های ترکی است
در چهارراه حاجی یعقوب مارکت کامپیوتر هاست دیگه. بسیار چیزا داره دوستان عزیز. طرفم یک رستوران دیگه است، نیو NFC دیگه که مخفف است. مخففش نمیفهمیم که چی هست دیگه. هتل هم دوستان عزیز زیادتر در این بخش ها هستن، یعنی موتورسیکل فروشی ها دوستان عزیز. طرف موتورسیکل ها رو ببینین، موتورسیکل ها هر نوع که بخواین هست. موتورسیکل های خرد، یعنی اتومات، موتورسیکل های پامیر، اتحاد، زرنج، هر چیزی که بخواین هست. یعنی اینجا هم خیاطی ها دوستان عزیز. دیگه طرف هم یک مارکت بزرگ از دوستان عزیز، رویال مانو. رویال مانو اما بی فال نشده دیگه. نمیفهمم دوستان عزیز چرا فال نیست. طول ما فال ندیدیم. میشه که ما بگویم که این رستوران است، مارکت است یا چیز دیگه است. اینجا هم رستوران هاست دوستان عزیز که با کار خود دیگه این آغاز کردین. رستوران، آشپزخانه و مهمانخانه تاج شهر. خونه برگر جور داره دیگه. کشمیر فروشی حاجی جمیل دیگه. یا دوستان عزیز همو رخت فروشی هستن دیگه. طرف هم موتورسیکل سازی است و موتورسیکل فروشی است و البته پرزجاتش هم خودشم. این طرف دیگه دوستان عزیز دوستای ما هستن. اینه دیگه که چی خوردم میرن، چی نام داره که شیرچای و پراته. شیرچای پراته اینجا هم بیادر ما اینه شیرچای پراته. پراتیش البته جور داره دوستان عزیز. البته شیرچایش اون طرفتر هم هست دیگه. دوستان عزیز میرسیم کم کم به سیراهی. سیراهی که یکیش طرف دیگه چهارراه انصاری میره، یکیش بالاتر طرف دانباغ و یکیش هم طرف سرک وزارت داخله قدیمی. این که طرفتر بیاییم دوستان عزیز از بغل سرک بریم کم کم. اسم جادام همه چیزش دوستان عزیزم پیش نوشته است. پیش نمیگم که نشه باز اشتباه شوه. طرف هم دوستان عزیز آب میوه سرای پایتخت است، فست فود پایتخت که باز نیست. نمیفهم چرا باز نیست. این وقت بگه باید باز باشن. جاده مشکالم یک نامه که دیگه هم داره، باز پیشتر بریم میبینیمشه. خواجه عبدالله انصاری سرک. جاده مولا مشکالم است دوستان عزیز. جاده مولا مشکالم هست دیگه. این هم سه راهیش است که در تصویر میبینید، یک راه دیگر راهش و این هم راه سومش که ما هم این طرف راه سومش حرکت میکنیم و میریم. این طرف دوستان عزیز شفاخانه رابعه بلخی هست اگر اشتباه نکنم. زایشگاه رابعه بلخی این دوستان عزیز این طرف هست و این دیگه 24 ساعت بیروار میباشه چون یک زایشگاه دولتی هست و مردم دیگه زیادتر این طرف میان. می پیشتر دوستان عزیز که انجیر فروشی ها رو نشانتان بتون. ببینید که کراچی های انجیره چه خوب انجیرک ها دارن. انجیرهای خشک است، بسیار خوب دیزاین میکنن دوستان عزیز انجیرهای خشک در کراچی ها. دوستان عزیز ببینید کلان انجیر است دوستان عزیز. این هم کراچیش است که یا دیگه تا حالا هیچی نکردین، آویزان نکردین دیگه انجیرها را. کشته هم دارن دوستان عزیز. بعضاهایش مینیوم فکر کنم عناب خشک شده هست. عناب هم دارن، چی هم دارن، چی سنجت هم دارن دوستان عزیز دیگه. در تصویر میبینین آماده فروش هستن. خب به هر صورت دوستان عزیز انشالله که ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.